اگر خاطرتون باشه ویدیو قبل ما در مورد تمام کلمات مربوط به فرودگاه صحبت کردیم. حالا میخوایم چند تا جمله ساده بسازیم که اگر احیانا در فرودگاه لازم داشتیم بتونیم استفاده کنیم. حتما این ویدیو رو ببین، ویدیو قبلی رو هم ببین برای آماده سازی بیشتر. میخوایم بگیم پرواز من ساعت 8 صبح. میگیم Mon vol est à 8 heures du matin. Mon vol est à 8 heures du matin. میخوایم بگیم پرواز من ساعت 8 صبح. از کجا باید کارهای پذیرش رو انجام بدم یا به اصطلاح چطور باید چکین رو انجام بدم؟ میگیم Mon vol est à 8 heures du matin. Où puis-je faire l'enregistrement? Mon vol est à 8 heures du matin. Où puis-je faire l'enregistrement? میخوایم بگیم این چمدون رو میخوام تحویل بدم یا میخوام ثبتش کنم. میگیم Je voudrais enregistrer cette valise. Je voudrais enregistrer cette valise. میخوایم بگیم بار من بیش از حد مجازه. میگیم Est-ce que mes bagages dépassent la limite autorisée? Est-ce que mes bagages dépassent la limite autorisée? وای از اون روزی که برسیم و چمدون ما نرسه. چی کار باید بکنیم؟ میگیم Ma valise n'est pas arrivée. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? Ma valise n'est pas arrivée. Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît? میدونیم که وقتی به گیت بازرسی میرسیم گاهی اوقات از همون میخوان که کفشامون رو در بیاریم. حالا اگه بخوایم خودمون سوال کنیم میگیم Dois-je enlever mes chaussures? Dois-je enlever mes chaussures? فرض کنید تو گیت بازرسی میخواید بگید که توی کوله پشتیتون فقط لپتاپ هست و کتاب. چطور این رو به فرانسه میگیم؟ میگیم Son son que mon ordinateur et un livre. میتونیم اینطور هم بگیم Son son que mon ordinateur portable et un livre. بر فرض دنبال گیت شماره 12 میگردیم. چطور باید به فرانسوی بگیم؟ میگیم Où se trouve la porte d'embarquement numéro 12? Où se trouve la porte d'embarquement numéro 12? اگر ازمون بلیط و پاسپورت خواستن بهترین عبارتی که میتونیم به کار ببریم این هست Voici mon billet et mon passeport. مثل ما که در فارسی میگیم بفرمایید بلیط و پاسپورتم، اینجا هم همینطور Voici mon billet et mon passeport. جمله خلبان با مسافران صحبت میکند. خیلی میشنویم این رو داخل هواپیما. به این صورت هست Le pilote parle aux passagers. Le pilote parle aux passagers. در شنیدید L'hôtesse va bientôt servir le repas. اگر داخل هواپیما این رو شنیدید L'hôtesse va bientôt servir le repas یعنی مهماندار به زودی غذا سرو خواهد کرد. این جمله رو هم حتما خواهید شنید. لطفاً برای بلند شدن کمربند ایمنی خود را ببندید. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité pour le décollage. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité pour le décollage. L'avion va décoller dans quelques minutes. L'avion va décoller dans quelques minutes. یعنی هواپیما تا چند دقیقه دیگه بلند می شود. خب توی هواپیما همیشه سرد هست. حالا اگر یک پتو لازم داشته باشیم چطور این رو میگیم؟ Je peux avoir une couverture s'il vous plaît. Je peux avoir une couverture s'il vous plaît. اگر کمربند ایمنی رو پیدا نکنیم و بخوایم از مهماندار بپرسیم کمربند ایمنی کجاست؟ Où est la ceinture de sécurité? Où est la ceinture de sécurité?
Nous allons atterrir dans environ 20 minutes. Nous allons atterrir dans environ 20 minutes. یعنی تا حدود 20 دقیقه دیگر فرود خواهیم آمد. Préparez-vous pour l'atterrissage. Préparez-vous pour l'atterrissage. برای فرود آماده شوید. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Veuillez attacher votre ceinture de sécurité. این عبارتی است که بسیار در هواپیما خواهید شنید. لطفاً کمربند ایمنی خود را ببندید. لطفاً مطمئن شوید که کمربندتان بسته است. Assurez-vous que votre ceinture est bien attachée, s'il vous plaît. Assurez-vous que votre ceinture est bien attachée, s'il vous plaît. L'atterrissage s'est bien passé. L'atterrissage s'est bien passé. فرود به خوبی انجام شد. حالا از اینجا به بعد میریم جمله های مربوط به بعد از فرود رو میبینیم. حالا هواپیما فرود اومده، ما باید یه سری کارا رو انجام بدیم، دنبال بارمون بریم، پاسپورتمون رو کجا نشون بدیم. این جملات رو با هم تمرین میکنیم. کلمه بعد از فرود به فرانسوی میشه après l'atterrissage. après l'atterrissage. بعد از اینکه هواپیما فرود میاد، اولین کاری که ما انجام میدیم این هست که بریم دنبال چمدون‌ها بگردیم و اگر ندونیم چطور باید از کسی سوال کنیم که از کجا میتونم چمدون‌هامو تحویل بگیرم. حالا به فرانسوی میگیم Où puis-je récupérer mes bagages? Où puis-je récupérer mes bagages? کجا باید پاسپورت رو نشون بدم؟ Où dois-je montrer mon passeport? Où dois-je montrer mon passeport? Bon voyage. سفر بخیر یا سفر خوبی داشته باشید. حتما یادتون باشه که ویدیوها رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی من رو ببینید.